وقتی مردان خاندان در برابر زنان خاندانشان بی‌پروا باشند، زنان ریش و سوبسته برود هم می‌برورند. حال این دختر مسلمان نبینید. ای خواهر، از خدا بترس. آیا تو فراموش کردی که عزت و شرافت زن در حیا و حجاب است؟ این چه حال است که خود را با شکل مردانه، با افکت، با لباس‌های تنگ و نیم برهنه در اینترنت نمایش می‌دهی؟ این آزادی نیست، این گمراهی است. تو دختری مسلمانی، نه برای جلب نگاه‌های بیگانگان آفریده شده ای و نه برای خنده و مسخره مردم. هر عکس و نواری که پخش می‌کنی بر ضد خودت گواهی می‌دهد در روز قیامت. با خود بیا پیش از آن که دیر شود. شیطان تو را زیبا نشان می‌دهد، اما انجامش پشیمانی سخت است. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: هر زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون شود و خود را آرا داده نمایش دهد تا مردم به او نگاه کنند، او زناکار است. در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: من بعد از خود برای مردم فتنه ضررناکتر از زنان نگذاشتم. پس سبب فتنه نشو، بلکه سبب هدایت باش. الله تو را هدایت کند و برای راست برگرداند.